بیشتر آدما مشکل برنامه‌ریزی ندارن. مشکلشون اینه که دیگه جرأت رویا دیدن ندارن. یه زمانی هر کدوم از ما میدونست از زندگی چی میخواد. ولی یه جایی، یه نفر، یه اتفاقی باعث شد آروم آروم یاد بگیریم ساکت بشیم. توی این ویدیو نمیخوام بهت هدف یاد بدم. میخوام کمک کنم جرأت شنیدن صدای دلت رو پیدا کنی. چون طراحی زندگی از همینجا شروع میشه. درود بر جویندگان نور و آگاهی. به کانال کیمیاگر خوش اومدید. در پارت دوم در مورد 10 مرحله رویاورزی صحبت کردیم و اونها رو به طور خلاصه معرفی کردیم. حالا نوبت میرسه به اینکه هر کدوم از این مراحل رو به صورت جداگانه تشریح کنیم و تمریناتی رو انجام بدیم که باعث میشن قطعات این دومینو یکی یکی بیفته و در نهایت ببینید که به رویایی که داشتید رسیدید. اصل اول طراحی ایده هستش. طراحی با یه ایده، یه الهام و یه جرقه درونی آغاز میشه. ما با یه جرقه جادویی خود خلاق شروع به حرکت میکنیم. وقتی طراح توسط ایده خلاق به مراحل بعد راهنمایی میشه، مثل اینه که به خود خلاقش میگه هر چی تو بگی انجام میدم. مرحله اول رویاورزی همون آرزو هستش. نتیجه گرفتن از رویاورزی بستگی به شفافیت و تعهد شما داره. باید با رویاتون عهد ببندید و واقعاً بخواید که به واقعیت بپیونده. اما تا زمانی که ندونید رویاتون چیه، نمیتونید به اون متعهد بشید. با پیدا کردن آرزوی راستین دل میتونید این کار رو انجام بدید. شما باید جرأت رویا دیدن داشته باشید. ریشه کلمه جرأت در زبانهای رومی پیدا میشه. در زبانهای فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی جرأت به معنای دل هستش. ما توی صحبت هامون از دل داشتن، بی دل بودن و از ته دل صحبت میکنیم. دنبال کردن جاده دل جرأت میخواد. در جاده دل ما به صدایی گوش میدیم که آهنگ متفاوتی میزنه، نه به صدایی که بیشتر مردم با اون رژه میرن. از خیلی وقت پیش یاد گرفتیم که علائم خود خلاق رو انکار کنیم. ما همسری انتخاب میکنیم که والدینمون تایید کنن، یا شغلی انتخاب میکنیم که پول و قدرت برامون بیاره، یا هر چیز دیگه‌ای که فکر میکنیم خواسته ماست. به هر حال اینها برای جان و روح ما یا جسم ما خوب نیست و باعث درهم ریختگی زندگی میشه. این درهم ریختگی ها از انکار خود خلاق و نیازهای واقعی اون ناشی شده. خبر خوب اینه که هرگز برای بازگردوندن دل به زندگی دیر نیست. حقیقت اینه که رویاهای واقعی هرگز ناپدید نمیشن، بلکه به زیرزمین میرن. در عمق درون خودمون هنوز آرزوهامون رو به صورت راز حمل میکنیم و مهم نیست چند سال سن داشته باشیم. آرزوها حتی ممکنه در عضله‌های قلب بیولوژیکی ما ثبت شده باشن. اگه به بررسی کاردیوگرافی رشد بدن نگاه کنیم، میفهمیم که آرزوهای ما واقعاً توی قلب ما ثبت شدن. بیماران پیوند قلبی در مورد مسئله شگفت‌انگیز علاقه‌شون به غذاهایی حرف میزنن که قبل از عمل از اونا متنفر بودن یا نسبت به اون بی‌تفاوت بودن. گاهی اوقات گیرنده‌های قلب بعد از عمل کشف می‌کنند که کششی به طرف موسیقی یا فعالیت‌هایی دارند که قبل از جراحی هیچ علاقه‌ای به اون نداشتن. اما اون موسیقی مورد علاقه کسی بوده که قلبش اهدا شده بود. آیا قلب فیزیکی میتونه گنجینه آرزوها و هیجانات باشه؟ آیا حاضرید به درون قلب خودتون نگاهی بندازید؟ دلیل دیگه‌ای که دنبال کردن راه دل جرأت میخواد اینه که بعد از شنیدن صدای خودآگاه خلاق باید دست به عمل بزنید و این چه عالی و چه ترسناکه. رالف والدو امرسون گفته دقت کنید که توی قلبتون چی میگذره، چون حتما اون چیز مال شما میشه. حالا این سوالات رو از خودتون بپرسید. آیا حاضرم به درون قلبم نگاهی بندازم؟ آیا حاضرم با خود خلاقم دوست بشم؟ آیا حاضرم که به ناخودآگاه خلاق خودم گوش بدم؟
آیا حاضرم که عمیق‌ترین رویاهام رو به واقعیت بیارم؟ اگه جوابهای شما به این سوالات بله باشه، پس به خودتون اجازه دادید که به دلتون گوش بدید و از مکان واقعیت درونیتون مشغول عمل بشید. این کار شهامت میخواد و با خواسته های معمولی افراد دیگه و تلاش های اونها برای به دست آوردن چیزها فرق داره. حالا یه تمرین انجام بدیم. اگه به سوالاتی که پرسیده شد پاسخ منفی دادید یا با دلسردی جواب دادید، پیشنهاد میشه که توی دفترچه خلاق خودتون که توی ویدیوی قبلی در موردش صحبت کردیم در مورد اون بنویسید. روش کار به این صورته که با دست مسلط خودتون سوالها رو بنویسید و با دست غیر مسلط ترس‌های مربوط به هر سوال رو بنویسید. آخر کار هر چیزی که به ذهنتون میاد رو با دست مسلط بنویسید. بزرگترین ترس‌های شما کدومان؟ آیا مایلید که روی اونها کار کنید؟ آیا مایلید ترس رو احساس کنید و در عین حال در پروسه رویاورزی هم شرکت کنید؟ اگه رویای شما به واقعیت بیاد چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی رو از دست خواهید داد؟ چه چیزی به دست خواهید آورد؟ دوست من، این تمرین رو انجام بده، چون در ادامه تمرینات دیگه‌ای هم قرار انجام بدیم که مجموعه همه اینها به شما کمک میکنه رویاتون رو به واقعیت بیارید. اگه با این ویدیو متوجه شدی رویا داشتن برات سخت شده، بدون که این ضعف نیست. این فقط نشونه مسیریه که در اون یاد گرفتی صدای دلت رو نشنوی. در ویدیوهای بعدی قدم به قدم سراغ ترس‌هایی میریم که ما رو از رویا دیدن دور کردن و یاد میگیریم چطور بدون فشار و اجبار دوباره با خود خلاقمون ارتباط بگیریم. این مسیر ادامه داره.